سلام، به پیج من خوش اومدین. من مینام. میخوام ادامه مبحث سادومازوخیست امروز براتون بگم. همینجوری که گفتم میخوایم راجع به تفاوت سادیست و مازوخیست در خانم ها و سادیست و مازوخیست در آقایون رو بگیم و اینکه تو اولین ویدیومون راجع به صحبت کردیم. از اینجا شروع میکنم که خانوم ها مازوخیستشون خیلی بیشتر از آقایون هستش. دلیلش هم گفتیم، دلیلش اینه که ما بتونیم دردهای زنانه رو تحمل کنیم. حالا این دردهای زنانه چی میتونه باشه؟ عادت ماهانه میتونه باشه، میتونه زایمان باشه، میتونه کلا زن یک پرورش دهنده است و این پرورش دادن یک کودک، یک جنین درون شما ناخودآگاه یک نوع رنجی رو به شما میده. چه رنجی؟ خب خانمای باردار رو دیدیم، اون غذایی که دوست دارن نمیتونن بخورن، اونجوری که دوست دارن نمیتونن بخوابن، کلا اون روتین زندگی ببخشید از دستشون میره. ولی خب آقایون این میزان مازوخیست رو به طور خدادادی از بعد به تولدشون ندارن. اونها بالعکس سادیسم دارن. سادیسم نه به معنای آزار دادن دیگران، به معنی تحمل کردن یک رنج، یک درد. میتونه فیزیکی باشه. چرا فیزیکی باشه؟ بخاطر اینکه کارهای سختی که آقایون انجام میدن رو ما خب نمیتونیم انجام بدیم طبیعتا. مثلا الان شاید بشه خب خانم ها خیلی بدنسازی کار میکنن، خیلی ورزش‌های سنگین انجام میدن، یا حتی مثلا کارهای بنایی، کارهای مثلا سخت مثلا فیزیکی رو میتونن انجام بدن. ولی باز هم اونها توی فیزیک یک زن هستن. دست یک زن، نمیدونم صورت یک زن، اون ظرافتش، اون فیزیکش رو که خداوند خلق کرده، به خاطر اون ظرافتی که اون زن داره نمیتونه خیلی از کارهای خیلی سخت و خیلی مثلا شما دیدین یه خانم که بدنسازی داره کار میکنه، درسته که فیزیکش عین یک مرد میشه، زمخت میشه، عضلانی میشه، ولی باز هم اون هورمون زنانه درونش هست. حالا من خیلی اطلاعات اینطوری ورزشی ندارم، ولی میدونم که خب اینا به خودشون هم هورمون ترجمه میکنن، یا اینکه سالها طول میکشه که اون عضلات مردونه رو بسازن. مثلا یه جایی داشتم یه کلیپی میدم، حتی اون خانم صداش تغییر کرده بود، یعنی اون هورمون مردونه باعث شده بود که صدای مردونه‌ای پیدا کنه. پس اگر هم باشه تغییر ایجاد میشه. اینی که من گفتم الان برای انسان‌های نرمال بعد به تولد هستش، یعنی چیزی که خداوند خلق کرده. حالا اگه به انسان بخواد بیاد تو این دستکاری بخواد بکنه، آره مثلا خیلی از آقایون هم داریم که خیلی خانومانه رفتار میکنن، خیلی ظریفن، دستشون ظریفه، صورتشون ظریفه، یا اصلا دیگه میرن توی یه سری از شاخه ها که خب اصلا توی مبحث ما نیست که بخوایم راجعش صحبت کنیم. ولی این وجود داره. از خلقت خداوند طوری بوده که خانم ها جوری آفریده بشن که بتونن یک سری دردهای فیزیکی، یک سری دردهای روحی، حتی مثل افسردگی بعد از زایمان رو بگذرونن، تحمل کنن. خب نه اینکه ازش لذت ببرن. اون تایم که شما لذت میبری، همونجوری که گفتیم، اون قضیه به مشکل میخوره. تو حالت طبیعیش این هستش. حالا چطوری این خانم و آقا اینجا چطور مچ میشن و میرن و با هم زندگی میکنن در حالت نرمال که خب پدر مادرمون هستن. مثلا قدیما زمان مثلا پدر مادر من اینجوری بود که مثلا خانم کار نمی‌کرد، مثلا خانم خونه بود، آقای مثلا میرفت کار می‌کرد و خب این بود. حالا خیلی قدیم‌ترش هم همینطوری بوده. اینه داستان، اینه در حالت طبیعی، در حالت نرمال. اون خانم نه این که مازوخیست داشته باشه، ساخته شده برای این، ساخته شده برای تحمل یک سری از چیزها که اصلا مرد اون رو درک نمیکنه، یا زن ساخته شده برای چیزهایی رو که
اون مرد داره انجام میده یا داره تحمل میکنه یا داره رفتار میکنه رو درک نمیکنه. تفاوتشون باعث شده که اینها کنار هم قرار بگیرن. مثلا هستن مثلا کسایی که شاید مثل من فکر کنم، من مثلا فکر میکنم که یک آقا باید خیلی از من زمختر، از من مثلا صورت زمختر، دست زمختری داشته باشه که من بتونم باشون ارتباط زنانه و مردانه رو بگیرم. این ارتباط زنانه و مردانه چه چیزی هست؟ این که من یک زن درونی دارم که با مرد اون ارتباط میگیره، پس یک تفاوتی باید وجود داشته باشه. حالا این تفاوت بخوام از نظر ظاهری بگیم، از نظر رفتاری هم خوب وجود داره. از نظر ظاهریش اینه که اون با من متفاوت باشه، یعنی صورتش خب یه مقدار زمخت باشه، بدنش خب اون موی زمخت رو داشته باشه، دستاش همینطور. این منو به اون جذب میکنه. من حالا اینطوریم، نمیتونم تو سلیقه بقیه، ولی نرمالش این هستش که شما به یک میگیم جنس مخالف، شما به یک جنس مخالف، یک طبع مخالف، یک حالت حمایتگر مخالف جذب میشیم. حتی ما این رو در موارد حاد هم میتونیم بگیم. مثلا زوجهایی هستن، حالا خب شاید دیده باشین توی اینترنت، اون هم بازم دوباره جنسی نگاش میکنن، که مثلا کسی که خیلی سادیسم بالایی داره میاد با کسی میره تو رابطه که مازوخیست بالایی داره. شما اینو احساس نمیکنید، ملموس نیست ولی واقعیه. مثلا اگه از دور مثلا دوستاتون رو نگاه کرده باشین، میبینین که همیشه اینا با مکمل هم دیگن. چطور؟ مثلا یه دوستی داری، مثلا اون با مثلا پارتنرش، شما با پارتنرتون، و نگاه میکنین میبینین که واقعا اینا در و تختن. چطور در و تختن؟ اینطور که مثلا اگه پسره داره اینجا قلدری میکنه، داره زور میگه، داره نمیدونم اون سادیسم خودشو به اجرا میذاره، زنی هست در مقابل اون که مازوخیستی داره که این رو کامل میکنه. یعنی اینکه اگر یک مردی سادیسم داشته باشه، طبیعتا میتونه با یک زنی بره توی رابطه که مازوخیست داشته باشه. مثلا الان من یک آدم نرمالم، میگردم دنبال یک پارتنری که از لحاظ اخلاقی، از لحاظ جنسی، از لحاظ اجتماعی توی سطح من باشه، نه از من بالاتر نه از من پایینتر، در سطح من باشه. خب من اگر مازوخیست داشته باشم، بر فرض مثلا اگه مازوخیست من توی درصد بخوام بگیم روی مثلا 80 باشه، پسری رو انتخاب میکنم که سادیسمش رو 85، رو 90. نمیدونم دارم این کار میکنم ولی این کار میکنم. چرا این کار میکنم؟ به خاطر اینکه من ناخودآگاه اون آدم رو به خودم جذب میکنم. یعنی آلارم میدم، بیا من اینجا آمادم، من اون میزان مازوخیستی که تو احتیاج داری رو که با سادیسمت بر اون غلبه کنی، حکمرانی کنی رو من دارم. همینطوری هم میتونه برعکس باشه. میتونه یک پسری انقدر مازوخیست داشته باشه، دختری رو به خودش جذب کنه که سادیسم بالایی داره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا اصلا عین آهن رو با همدیگر رو میکشن. حالا یه مثالی براتون بزنم. مثلا من اگه مثلا آدمی بیاد به من یک پیشنهاد بده، پیشنهاد یک رابطه بده که بخواد واسه من قلدری کنه، داد بزنه، منو بزنه، به من بی احترامی کنه، من نمیپذیرم. در یک هفته اول رابطه من متوجه میشم. یا من میرم یک جایی سر کار، صاحبکارم داره به من زور میگه اینجا رو تمیز کن، میگه برای من چای بیار، میگه نمیدونم بی احترامی میکنه، صداش رو برای من بلند میکنه، یا از من خواسته های یک رئیس، یک آدم نرمال رو نداره. من اونجا میمونم؟ نه، از اون کار میام بیرون. به خاطر اینکه من اون چیزی که اون از من میخواد رو نمیتونم بهش بدم، چون اصلا ندارمش. اگر داشته باشمش، اگه اون میزان مازوخیست در من وجود داشته باشه، اینو به اون میدم، به رئیسم، به پارتنرم، حتی به دوست صمیمیم. بچه ما واقعا با یه سری از آدما دوست میشیم، دوستمونه، دوست اجتماعی مونه. اون در مقابل ما اینو اعمال میکنه.
مثلا دیدین کسایی که تو جمع دوستاشون میرن همه مسخرهشون میکنن، مثلا شروع میکنه به سرویس دادن، آشپزی میکنه، میره میاد میذاره ور میداره، مسخرهش میکنن، بقیه بهش بی احترام میکنن، ولی اون هست و اون کار رو داره ادامه میده. این از کجا داره میاد؟ من کسی رو انتخاب میکنم در فضای مازوخیسم که بیاد و منو آزار بده. من کسی رو در فضای سادیسمم انتخاب میکنم که اون آزار دادن منو بخواد، بطلبه. شما اگر اون فضای مازوخیست سادیسم رو بخواید روی یک فرد معمولی، روی یک فرد نرمال اعمال کنید، اصلا هیچ بازگشتی نمیبینید، هیچ ریاکشن، هیچ واکنشی از اون آدم شما رو ترک میکنه. میتونه محل کارتون باشه، میتونه دوستتون باشه، میتونه پارتنرتون باشه، حتی میتونه خانوادهتون باشه. درسته ما تنها چیزی رو که نمیتونیم در زندگیمون تغییر بدیم خانواده‌مونه، ولی میتونیم دور بایستیم، میتونیم از دور نظاره‌گر باشیم، از دور اون رو بررسی کنیم یا حتی یک جایی کمک کنیم به اعضای خانواده‌مون. اینه مبحث، اینه. حالا میخوایم ببینیم که اینا به چه چیزایی بستگی داره. اون فضای مازوخیسم و سادیسم رابطه ای، اون رابطه هر چیزی میتونه باشه. رابطه فقط یک رابطه دختر و پسری نیست. میتونه رابطت با دوستت باشه، میتونه رابطت با رئیست باشه، با پارتنرت باشه، با اعضای خانواده‌ات باشه، حتی راجب خودت میتونه باشه. و اینو بگم ما خیلی وقتها روی خودمون مازوخیست داریم، روی خودمون سادیسم داریم. چه جوری؟ مثلا میدونه مثلا الان این کار سخته، این کار براش سخته، میره اونو انجام میده. مثلا تو خونه مثلا جارو برقی دارن، تو خونه مثلا بخارشو دارن، وسیله دارن، یک چیزی که کارشون رو راحت میکنه، با دست میسابن. درسته که یک شاخش برمیگرده به وسواس فکری، ولی باز هم از مازوخیسم میتونی نگاش کنی که این آدم مازوخیستش به یک حدی هست که چون هیچکی نیست اونو بهش بده تغذیه کنه، اون مازوخیستشو خودش داره خودش رو تغذیه میکنه. یا همینجوری سادیسم، آدم رو خودش سادیسم داره، مثلا میاد میشینه کارهای عجیب غریب. مثلا من شنیدم یه بنده خدایی میگفت که من خودمو مثلا چیز میکنم، مجبور میکنم، خودش رو تحقیر میکنه، به خودش توهین میکنه. تو احمقی، تو نفهمی. این هست. این شاید آدمای اطرافتون نیان بشینن باهاتون صحبت کنن بگن ما اینیم یا اینو احساس میکنیم، ولی از رفتاری که با شما دارند متوجه میشین که این آدما تو کدوم دسته هستن. و خیلی جالبه، یک سری از اینو من خودم کشفش کردم یه سری ها هستن که هم درونشون مازوخیست خیلی بالایی دارن، هم سادیسم خیلی بالایی. چطور؟ اینطوری در مقابل یک سری از آدم ها که از خودشون قوی ترن، اون مازوخیستشون فعال میشه. در مقابل یک سری ها که از خودشون ضعیف ترن، اون سادیسم فعال میشه. آدمه رو میبینه، ذهن خلاقش خیلی جالبه، آدمه رو میبینه سرچ میکنه، من با چی رفتار کنم، با کدوم بودم رفتار کنم، با مازوخیستم یا با سادیسمم. مثلا نگاه میکنی طرف توی سر کارش اصلا یه آدم چشم بگوه، بله قربان فدات بشمه، هرچی رئیسش بگه رئیسش میزنه تو سرش، هیچی نمیگه. اونجا میره تو، چون رئیسش از اون قوی تره دیگه، حقوقشو داره میده فلان، بالاتر از نهاد مالی، از هر نهاد طبقه اجتماعی. در مقابل رئیسش مازوخیسته. بعد میاد خونه، در مقابل زن و بچه سادیسمه.
از در میاد تو، اینو میزنه اونو میشونه. باز هم دارم میگم اینها میتونه از دیدگاه‌های دیگه هم بررسی بشه. ما فقط داریم الان از نگاه سادومازوخیست خیلی چیزها رو نگاه میکنیم که یاد بگیریم نگاهش چطوری هست، چطور تشخیصش بدیم. اینکه تشخیصش بدیم مهمه، از کجا داره میاد. در خارج از کشور خیلی از اینهایی که با هم دیگه میرن توی رابطه اون فضای سادیست و مازوخیستی با هم دیگه یک قراردادی دارن. بزنید تو اینترنت، تو گوگل سرچ کنید، اینا با هم یک قراردادی دارن. قرارداد می نویسن من مثلا اینا رو دوست دارم، اینا رو دوست ندارم، تو هر چی، تو مسائل جنسیه، توی رابطه، توی رفتار توی رابطه، توی نمیدونم آداب غذاخور، همه چی می نویسن، قرارداد امضا میکنن. ولی ما قرارداد امضا نمی کنیم. ما اینجا همینجوری میریم تو رابطه، شل و این اونو شل و پل میکنه اون. آقا بشناس، ببین من اینو دارم، یا میرم درمانش میکنم به تنهایی، یا اگر در یک زندگی مشترک هستم پارتنرم هم همزمان با من باید درمان بشه. چون اگه همزمان با من درمان نشه این ادامه پیدا خواهد کرد واقعا. و اینکه ما خودمون رو نجات بدیم ناخودآگاه روی دیگران هم تاثیر میذاره. شما اگه این جهت رو عوض کنی دیگه کسی تو اون مسیر شما رو آزار نمیده. و اگه بخوای این جهت رو عوض کنی باید یه فکری براش بکنی. و فکرش اینه اول بشناسیش، چی دارم، چی هستم، کجا چی هستم. مثلا تو محل کارم چی هستم، از چه روشی دارم استفاده میکنم، توی خانوادم چی هستم، از چه روشی دارم استفاده میکنم، توی محیط دوستام. خودت رو باز کن، بشناس، ببین کجا چی هستی، کدومش بولدتره، کدومش از چه آسیبی داره میاد. اگه اینا رو بشناسی، ببینی، بنویسی برای خودت، نصف راه رو رفتی. اگر تو فضای اون حالت بیمارگونه که به کمک احتیاج داره نباشی، خودت میتونی حلش کنی. و میگم چطوری خودت حلش کنی. الان بشناستش، الان ببینتش، بعد انقدر راهکار براش هست، انقدر راهکار براش داریم. داره، نمیدونم مدیتیشن کردن هست، پاکسازی هست، همه چی رو میتونی انجام بدی که این مسئله رو با خودت اوکی کنی. فعلا مبحث سادومازوخیست اینجا تموم میشه. امیدوارم که کلی چیز با هم دیگه رد و بدل کنیم. اینها رو من گفتم یه پیش زمینه داشته باشیم، یه آمادگی داشته باشیم برای لایو اینستا. اون رو هم تایمش رو میذارم اینجا و هم توی اینستا تایمش رو میذارم که به سوال جوابا برسیم. من هم از شما یه چیزی یاد بگیرم، شاید سوالی باشه که سوال منم باشه، من هیچ وقت راجبش نخونده باشم، نمیدونم. و اینکه مبحث بعدی رو نمیدونم فعلا چی بگم، ولی خب سعی میکنم که به این خیلی نزدیک باشه که بتونیم با هم دیگه بریم جلو. خیلی مراقب خودتون باشین و خیلی دوست دارم این مبحث رو، دوستم بیشتر راجعش حرف بزنم ولی متاسفانه نمیتونم. به امید دیدار بعدیمون توی اینستا، اونجا توی لاب میبینمتون. خدا نگهدارتون.